در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفق شد. پیشرفت کردیم واقعا. در همه زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده است. بعضی نگاه میکنن به بعضی از این کشورهای دور و بر ما، ببینن بله اونجا فرودگاه فلان جور داره یا برج فلان جور. نه، این پیشرفت نیست. اینی که خارجی‌ها بیان پول یک کشوری رو بگیرن، مردم اون کشور رو تحقیر کنن، براشون برج بسازن، این پیشرفت نیست. این عقب رفته است. این خسارت است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌عرضه ترین کشور منطقه است. این که پیشرفت نشد. پیشرفت این است یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودش رو به سقوط مقدم برسونه. و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است. ما اینجا کاری نمی‌کنیم.